چجوری میشه عضو باشگاه بارسلونا بشی؟ برای رفتن به آکادمی اصلی بارسلونا یا همون لاماسیا شما باید یه تست خیلی سخت و پشت سر بذارید. برای قبلش باید توی آکادمی‌های فرعی بارسا که توی خیلی از کشورها هست عضو بشید. اگر استعدادیابای اونجا استعداد شما رو تایید کنن، نامه میذارن به باشگاه اصلی و شما رو معرفی میکنن. حالا ببینیم این تست چیه. تو اولین تست شما رو به 2 گروه تقسیم میکنن و به شما میگن توپو حفظ کنید، یعنی توانایی حفظ توپ شما رو بررسی میکنن. اگر کمتر توپ لو بدید قطعا قبول میشید. برای قبولی تو این تست باید هوش خیلی بالایی داشته باشید و سرعت تصمیم گیریتون هم خیلی بالا باشه. کلا توی باشگاه بارسلونا اولین و مهمترین چیز ذهن، مغز یه بازیکن مهمترین ابزارشه. اینو توی تستش هم میشه فهمید. توی تست دوم سراغ آمادگی جسمانیتون میرن. شما باید درصد چربی پایینی داشته باشید، سرعت چابکیتون هم قابل قبول باشه. یکی از تستایی که ازتون میگیرن تست کوپره که برای سنجش آمادگی قلبی عروقیتونه. توی تست سوم سراغ توانایی فردیتون میرن، مثل قدرت کنترل توپ، ضربه زدن، شوت زنی، سانت و ضربه سر. به نظرتون اگه شما توی این تست شرکت میکردید میتونستید قبول بشید؟ توی کامنت برام بنویسید.